دوستان همینجور که میبینید کار خوش شده. توی این وسیله گرم کن خاموشش میکنم، برمیدارم. البته یکم داغه، باید صبر کنید تا خنک بشه. الان میبینید رنگش هم برگشت، کاملا شبیه گلیه که خوش شده. من برای اینکه بتونم حلقه‌چه‌ای براش بعدا نصب کنم با یه مته اینو سوراخش میکنم که البته تو همین فاصله من این سوراخ ها انجام دادم به خاطر اینکه وقت گرفته نشه. البته این سوراخ ها میتونیم بسته به حلقه‌چه‌ای که میخوایم بزرگ و کوچیکش بکنیم. من فعلا از همین سایز استفاده میکنم، ولی احتمالا بعدا اینو یکم بزرگترش میکنم چون که سیم که دارم از این درشتر هستش. همینجا میبینید دوباره با یه مته خیلی راحت اینو سوراخش میکنم، سوراخش رو گشادتر میکنم که بتونم بعدا دوستان این الان این قابلیت رو داره که هر سوهانکاری که میخوایم انجام بدیم، هر کاری که میخوایم الان صاف کنیم لبه هاشو، چون الان راحت تره تا اینکه بعدا بخوایم وقتی که سفت شد بخوایم سوهانکاری بکنیم. الان من اینو میذارم روی تخته نسوزن و میپزمش. برای پختنش احتیاج به زمان 2 دقیقه داریم و که تو ویدیو بعدی بهتون نشون میدم.